همستر عزیز. خب این آموزش برای کسایی که نمیتونن برن داخل ربات همستر تلگرامی همستر. خب دو شرط داره. یکی فیلتر شکن استفاده می‌کنم پینگ بالایی داشته باشه. دو بریم داخل تلگرام. من به سرعت بگم که وقتی زیاد نداره برای برگزاری این ویدیو. خب میرید داخل همستر. شما معمولا فکر کنم اگر اشتباه نکنم از این قسمت استفاده می‌کنید، درسته؟ ولی دو قسمت داره برای ورود به همستر بچه‌ها. یکی این و مربع کوچیک کنارش مشخصه. بازم احیانا نرفت، شما این قسمت رو بزنید تا برگه‌ای که دارین استفاده می‌کنید بروز بشه. اینو که بزنید یه برگه جدید میاد براتون بالا. خب حالا کدوم یکی باید بزنید؟ قطعاً شما باید اینو بزنید که بتونید برید داخل همسترتون. همستر یه موقعی به رزرسانی میخواد. بفرمایید دیدید باز شد. سریع برم کارت ها کدومارس بگیریم با هم دیگه تا دیر نشده. باز برگه بسته شد، ببینید زد انداخت بیرون. دوباره میزنه، اشکال نداره. بریم ابتدا برای گرفتن کارت های امروز همستر در تاریخ سه‌شنبه 9 تیر 1405 15 محرم و 30 ژوئن. خب تو هر مرحله که میخواید برید داخل همستر یه بار شما رو میندازه بیرون. البته گوشی من اینجوریه، حالا گوشی شما من نمیدونم چجوریه. دیگه ویدیو داره طولانی میشه، برگزارش هم سخت. خب باز شد دیگه. بفرمایید باز شد. خب عزیزان دل، به قول جناب حضرت، عزیزان دل به افتاد کارت امروز همستر رو در تاریخ سه‌شنبه 9 تیر دریافت کنیم. دو تا کارت اول تو قسمت مارکتینگ هستش، همین یه خورده بریم پایین‌تر. این اولین کارت متاسفانه از من ندارم، یه دست بریم دریافتش کنم از اینا. دستکوی بازی خدا کنه بدهیم یه رو داد. بفرمایید برم یکی رو بگیرم. بفرمایید این یکیش. خب بچه‌ها یک ویدیو رو نگه می‌دارم تا بتونم از اون دو تا یه دستک کم دارم بگیرم، ویدیو طولانی نشه. خب بچه‌ها دست آوردم بریم برای گرفتن اون دو تا دیگه. یکی گرفتیم و اون دیگه خورده پایین‌تر. یکی این هستش و بعدیش تو قسمت اگه درست تلفظش کنم یه چیزی هست دیگه. یه خورده پایین‌تر به این کارت برسیم. دیولوپمنت آره یه هم چیزی. خب این از سه تا کارت امروز جایزه‌شو دریافت کنیم. برمیگردیم. این جایزه‌ش چیه؟ خب حالا دیر میشه دیگه، ویدیو طولانی میشه. برش کن. میریم برای گرفتن کدومارس امروز همستر. خب حرف اول، حرف دوم، حرف سوم. خب حرف اول دو تا نقطه یه بار نگه داشتن، یه بار ضربه زدن. حرف دوم دو تا ضربه زدن. حرف سوم ضربه زدن نگه داشتن، دو تا ضربه زدن. حرف چهارم دو بار نگه داشتن. و حرف آخر یه بار نگه داشتن، یه بار ضربه زدن، دو بار نگه داشتن. این هم از کدومارس امروز همستر در تاریخ سه‌شنبه 9 تیر 1405. امیدوارم که مفید براتون خواهد شده باشه. عزیزان حتما یادتون نره وارد همستر که میشید این قسمت رو بزنید تا همسترتون بروز بشه. بچه‌ها برگه جدید بیاد بالا بروز بشه. اوکی؟ خدا یار و نگهدارتون. جای یادتون نره.